یه فن درست کردیم باهاش، پروانه روش بستیم، فنه پرت پروانه هم خودمون دستی درست کردیم. بعد ما میخوایم این موتور رو دورش رو کم کنیم، چون اگه اینو بزنیم همینجوری سرعتش خیلی زیاده، صداش هم خیلی زیاده، اذیت میکنه. خب ما میخوایم یه کاری کنیم که دورش کم بشه با کمترین امکانات. یه فنر پیدا میکنیم. حالا اگه فنر هم دم دستتون بود که با نبود، از این ببینید کاسه نمدا خراب مال ماشین، یه کاسه نمد پیدا میکنیم، فنرش رو در میاریم. ببین اینجا فشار بدین، یه فنر داره، فنرش در میاد. من فنر رو قبلا در آوردم، این فنرشه. یه دونه از سیممون که از رو باتری اومده وصل میکنیم به سر موتور، میمونه یکی و فنر رو سر راه سیممون قرار میدیم. فنر رو سر راه سیم قرار میدیم، ببینید به این شکل میشه. دورمون کم میشه با کمترین امکانات و بدون مدار برد الکترونیکی و اینا، خیلی راحت.